در جریان یک عملیات پلیس جمهوری چک جسد ببر و کلکسی تشویش‌آور اعضای بدن و استخوان این حیوان نادر کشف شد. تابستان امسال این گونه عملیات چند دفعه دایر شده و از آن شهادت می‌دهد که در اتحاد اروپا تقاضا به ببر زیاد است. سازمان حامی حیوانات وحشی با نام فارپاوز تاکید می‌کند که در بین سالهای 1999 تا 2016 تنها در خاک اتحاد اروپا بیش از 8000 اعضای بدنی ببر که با راه غیر قانونی دسترس شده است مصادره گردید. به قول خادمان سازمان یاد شده در همین دوره بیش از 1400 ببر رسما از اتحاد اروپا به گوشه‌های مختلف عالم صادر شدند. سازمان خاطر نشان میکند که قانونگذاری اتحاد اروپا صادرات حیوانات وحشی را منع میکند، اما اگر حیوان وحشی در پرورشگاه به وای رسیده باشد تجارت و صادرات آن هیچ محدودیت ندارد. خدمات گمرک جمهوری چک میگوید بعضی جامعه‌های اروپا اعضای بدن ببر را در تولید به اصطلاح شراب ببری استفاده برده بر این نظرند که آن به بیماری‌های زیاد دوا است. به گفته افسران چک یک شیشه چنین شراب در بازار سیاه تا $2000 نرخ دارد. بعد از این عملیات چک صادرات ببرهای پرورش شده را هم منع کرد. روز چهارشنبه در بریتانیا کنفرانس بخشیده به مبارزه با تجارت حیوانات وحشی آغاز یافت. در این نشست شاهزاده بریتانیا ویلیام گفت که تجارت حیوانات وحشی به مانند ببر حاکمیت قانون و سرشمار یکی از نادرترین حیوانات روی عالم را از بین میبرد.